دو تا استخوان دیگه هم دنده دیگه داریم، دندان کوچولو هم. اینا چرا؟ اینا آزادن، می‌بینید؟ جناب هستن اینا؟ نه نیستن. به چی واسه آزادن؟ اینا چیکار میکنن؟ ما اینجا اگه ببینید تو این یک تصویر یه داریم. آیا کلیه ها رو تو یه راستان؟ کدومش پایین تره؟ سمت راستیه. سمت راستی کلیه سمت راست ما پایین تره. کلیه چیکار میکنه؟ مواد آب رو تصفیه میکنه. درسته؟ پای چرا پایین تره؟ چون جگر ما اینجاست. کبد ما. کبد موقعی که اینجا قرار میگیره، کبد اینجاست. کبد نداره. این آزمایشگاه بهشونه. کبد فشار میاد یه مقدار کلیه میاد پایین. دنده ها چیکار میکنه؟ این دنده ها من اگه اینجوری بگیرم، اون یکی مثلا این برای اینه، اون یکی برای این یکی. خب اینی که پایین تره با یکی از دنده ها محافظت میشه، ولی اونی که بالاتره با دو تا دنده محافظت میشه. آفرین، میگم حفاظت. از پشت اگه یه نفر ضربه بزنه کلیه‌مون نمیخوره. چرا نمیخوره؟ اون استخوان جلوش رو میگیره. آفرین، خیلی داره. خب